سلام، من متینم و این قسمت آخر از پادکست یادگاری از غربته. غربت اولش اتفاق بود، یه تصمیم، یه خداحافظی، یه شروع ناآشنا. فکر میکردی یک دور است، یک فاز از زندگی که میگذره، ولی یه جایی وسط راه میفهمی غربت قرار نیست تموم بشه. نه به این معنی که همیشه غمگینی، نه اینکه همیشه دلتنگی، بلکه به این معنی که یه چیزی توی تو برای همیشه تغییر کرده. تو دیگه فقط مال یه جا نیستی، یه تیکه از دلت یه جا مونده، یه تیکش یه جای جدید ریشه داده و تو بین این دوتا زندگی میکنی. یه روزهایی هست که اینجا راه میری و حس میکنی غریبه ای. یه روزهایی هم هست که به گذشته‌ات فکر میکنی و میفهمی اونجا هم دیگه مثل قبل مال تو نیست. و این شاید سخت‌ترین بخششه، اینکه بفهمی دیگه یه جای کامل وجود نداره. ولی یه چیز دیگه هم هست، غربت فقط گرفتن نیست. از تو آدمی میسازی که قبلا نبودی، قوی‌تر، صبورتر، عمیق‌تر. کسی که یاد گرفته با خودش کنار بیاد، با تنهایی آشتی کنه و از صفر شروع کنه. غربت بهت یاد میده هیچ چیز قطعی نیست. آدم‌ها میان و میرن، جاهاشون عوض میشه و تو باید خودت پایدار بمونی. یه روز به عقب نگاه میکنی و همون آدمی که اول راه ترسیده بود، سردرگم بود و نمیدونست قراره چی بشه، و آروم به خودت میگی دمت گرم ادامه دادی. شاید غربت اونقدر هم دشمن نباشه، شاید یه معلمه، سخت، گاهی بی‌رحم ولی صادق. و آخرش یه جور صلح میرسی. نه اینکه همه چی درست شده باشه، نه اینکه دیگه دلتنگ نشی، بلکه یه آرامش آروم، اینکه بپذیری زندگی همینه. غربت تموم نمیشه ولی تو باهاش تموم نمیشی. و شاید همین که هنوز راه میری، هنوز تلاش میکنی، هنوز دنبال یه حس خونه میگردی، یعنی تو زنده ای. و این خودش یه جور رسیدنه.